به نام خدا، مهدی یزدانپناه هستم. با آموزش نرم افزار اورکد ورژن 16.6 در خدمت شما دوستان عزیزان هستم. نرم افزار اورکد نرم افزاری هستش که برای شبیه سازی و آنالیز مدارات آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار میگیره. تو بحث شبیه سازی موردی هست که ما در سایر نرم افزارهای الکترونیکی مثل الکترونیک ورکبنچ و یا پورتئوس مشاهده میکنیم. یعنی که شما یک مدار رو میبندید و با توجه به اون المان‌های استفاده کردی خروجی اون مدار رو میتونید ببینید. اما در بحث آن و اونو مورد آنالیز قرار بده. اما نرم افزار اورکد تو بحث آنالیز به شما پارامترها و امکاناتی میده که باعث جدا شدن و تبعیضش از سایر نرم افزارهای الکترونیکی میشه. که ما تو این پک تمام تلاش میکنیم که از تمام اون موارد و ابزارات آنالیزی نرم افزار اورکد رو به شما دوستان به صورت کامل توضیح بدیم و شما با کمک اون ابزارات بتونید علاوه بر شبیه سازی مدارات خودتون بتونید به صورت کامل آنالیز کرده و اون شرایطی رو که شما نیاز دارید برای اینکه اون مدارتون به نحو احسن انجام بده رو بتونید استفاده کنید. در این پک آموزشی نرم افزار اورکد ما فقط مدارات آنالوگ مورد تحلیل و آنالیز قرار دادیم و مثال ها و مواردی که گفته شده در رابطه با مدارات آنالوگ هستش. برای شروع تحلیل های اورکد به صورت کلی به 4 بخش اصلی تقسیم میشه: بخش بایاس پوینت، بخش دیسی سویپ، بخش ایسی سویپ و در نهایت بخش ترانزیت. این 4 بخش 4 تحلیل اصلی که ما به کمک نرم افزار اورکد انجام میدیم که هر کدوم از این تحلیل ها رو به صورت فصل جداگونه به شما دوستان ما توضیح خواهیم داد و به همراه مثال های کامل. 4 فصل اولیه این پک آموزشی شامل این 4 تحلیل اصلی در نرم افزار اورکد میشه. نکته که هست اینه که در تحلیل بایاس پوینت مواردی که ما در نظر گرفتیم و توضیح میدیم بخش داتوپیه که در رابطه با نقطه کار المان‌های غیر خطی بیشتر ما کار میکنیم باش. بخش دات سنس هستش که اگه شما بخواید حساسیت یک پاسخ نسبت به ولتاژ یک گره و یا دو سر یک المان رو بررسی کنید، به طوری که شما بخواید بررسی کنید اگه حساسیت در مدار شما باشه تأثیر این حساسیت رو در ولتاژی که شما میخواید رو مورد آنالیز خودتون قرار میدید. بخش بعدی دات تی اف هستش که بهره سیگنال کوچیک دیسی شما و همچنین مقاومت ورودی و خروجی شما در نقطه کار محاسبه میکنه. در رابطه با مقاومت ورودی و خروجی شما در درس‌های الکترونیک 1 و به خصوص 2 شما با این مقوله آر این و آر اوت درگیر هستید که به راحتی میتونید با این نرم افزار به دستش بیارید. اما شرط تحلیلی بایاس پوینت رو من به صورت خیلی گذرا بهش اشاره میکنم و این شرط رو حتما شما در تحلیلاتون در آینده باید در نظر بگیرید. یکی این که ما چون تحلیل بایاس پوینت در اصل تحلیل دیسی هستش و منابع AC ما بی اثر هستش و تمامی این آنالیزها در شرایطی هستش که T مساویز با 0 هستش. و مورد سوم اینه که شرط اولیه برای سلف و خازن ها اگه تعریف نشده باشه خازن ها اتصال باز و سلف ها اتصال کوتاه در نظر گرفته می شوند. اگه IC یا initial condition بذاریم یا وضعیت اولیه براشون بذاریم به ازای خازن ها منبع ولتاژ و به ازای سلف ها منبع جریان در نظر گرفته می شود. این مواردی بود که ما در تحلیل های بایاس پوینت خودمون و در تمامی مثال ها و نکاتی که برای شما دوستان میزنیم ما رعایت کردیم و شما هم بهتر که رعایت کنید. در رابطه با تحلیل بعدی یا فصل دومی که در این پک آموزشی قرار گرفته تحلیل دیسی سویپ هستش که در تحلیل دیسی سویپ ما تمامی ولتاژ های جریان ها رو برای منابعی که داریم به صورت یک پارامتر مدل و یا درجه حرارت هستن رو به دست میاریم. تحلیل دیسی سویپ و تحلیل بایاس پوینت هر دو تحلیل های دیسی در نظر گرفته می شود، با این تفاوت که در تحلیل بایاس پوینت ما مواردی که گفتیم هستش ولی در تحلیل دیسی سویپ ما از VDC و IDC استفاده می کنیم و همچنان منابع AC بی اثر هستند و در اینجا شرط اولیه برای خازن و سلفا در نظر گرفته نمی شود حتی اگه شما شرط اولیه براشون بذارید. با این تفاوت هایی که بین دیسی سویپ و بایاس پوینت هست این دو تا تحلیل رو انجام میدیم.
اما اینکه هر کدوم از این چه ابزاراتی رو میتونن برای شما دوستان داشته باشن رو ما در آموزشایی که مربوط به هر فصل هستش به صورت کامل توضیح میدیم. تحلیل بعدی تحلیل AAC سویپ هستش. در این تحلیل ما پاسخ فرکانسی مدار رو در حالت ماندگار به دست میاریم و نویز معادل المان ها رو در ورودی و یا خروجی تقویت کننده و همچنین مواردی مثل سنتر فرکانسی یا فرکانس مرکزی و یا گین مرجین و فیز مرجین و یا بندویت یا همون پهنه باند رو ما از طریق این تحلیل میتونیم به دست بیاریم. یه نکته که همیشه شما باید رعایت کنید که قبل از اینکه تحلیل AC رو انجام بدید شما حتما یک بار تحلیل DC رو انجام بدید و پایدار بودن نقطه کارتون مطمئن بشید و بعد به تحلیل AC، چون نرم افزار که به طوری که اولین تحلیل رو که خوش به صورت اتوماتیک انجام میده تحلیل DC هستش و منابعی که ما در این بخش استفاده می‌کنیم VAC و IAC هستش. نکته بعدی اینه که دامنه و فاز رو برای اینکه ما بخوایم اختلاف فازها رو و یا دامنه ها رو محاسبه کنیم در بخش AC برای ولتاژ و جریان ها ما از این بخش استفاده میکنیم. تحلیل بعدی که فصل 4 ما میشه تحلیل گذرا و فوریه هستش که ما پارامترهای مثل رایز تایم، فایل تایم، پریود تایم هامون و یا اوورشوت هامون رو در این تحلیل به دست میاریم. مدارات دیجیتال در این تحلیل هستش. البته ما اشاراتی به مدارات دیجیتال در این پک آموزشی نخواهیم داشت ولی تحلیلی که انجام میشه در این بخش هستش. بله، همونجوری که می‌بینید ولتاژ ها و جریان ها و وضعیت دیجیتالی مدار در محدوده زمانی. ببینید بخش بایس فونت و DC سویپ همونجوری که اشاره شد تو بخش DC هستن. بخش AC سویپ بخش آنالیز AC هست در محدوده فرکانسی هستش. به هم دلیل شما میتونید پاسخ فرکانسی و یا پهنه باند رو محاسبه کنید. اما تو بخش ترانزینت ما محدود کاریمون در حوزه زمانه، یعنی در AC سویپ محور افقی ما فرکانسه ولی در ترانزینت تایم هستش. منابعی که استفاده میکنیم آی سین و وی پالس و وی سین هستش و پارامترهای مؤلفه‌های فوریه و پاسخ‌های مدار رو در این آنالیز ما به دست می‌گیریم. یعنی تحلیل فوریه و پاسخ فرکانسی فوریه رو ما در تحلیل گذرا به دست می‌گیریم که همه مواردی که گفته میشه رو به صورت کامل در فصل خودش آموزش میدیم. این 4 فصل اول که شد 4 تحلیل اولیه و اصلی رو کرد. در رابطه با فصل 5 ما در رابطه با ادوانس آنالیز ها اشاره خواهیم کرد که ادوانس آنالیز خودش زیرشاخه‌ای از اون 4 تحلیل اصلی حساب میشه، ولی ما برای اینکه شما به صورت بهتر و کاملتر یاد بگیرید به صورت جداگونه در یک فصل با مثال‌های بیشتری اشاره خواهیم کرد. شامل تحلیل ها به صورت پارامترهای عمومی یا گلوبال پارامتر یا پارامترهای مدل یا مدل پارامتر و مقدار یک عنصر، درجه حرارت و جاروب منابع جریان و ولتاژ میشه. در رابطه با موارد اگه شما بخواید یک منبع ولتاژی یا جریانی از یک بازه مشخص مثلا 10 تا 20 ولت مورد آنالیز قرار بدی از این تحلیل استفاده میکنید و یا در بحث مدل پارامتر مثلا شما بخواید بتا یک ترانزیستوری در بازه 50 تا 100 تغییر کنه و میخواید نتیجه اون رو در خروجی خودتون ببینید و یا اینکه درجه حرارت شما متغیر باشه و یا اینکه شما از یک مقاومتی یک RL در مدار خودتون استفاده میکنید و این RL ممکن در یک بازه تغییر کنه و یا اینکه شما یک پتانسیومتر استفاده میکنید و میخواید تغییرات خودتون در این پتانسیومتر ببینید. در رابطه با درجه حرارت شما هم این مورد درجه حرارت در بخش پارامتریک دارید و هم یه آپشنال جداگونه به صورت تمپرچر دارید که تفاوت‌های اینها در فصل خودشون به صورت کامل توضیح داده میشود. یک آنالیز دیگه هم هست که اینم جزء موارد فصل 5 هستش، آنالیز مونته کارلو و ورست کیس هستش. در رابطه با این دو تا آنالیز اینه که توضیحی که میخوام بدیم اینه که این آنالیز به صورتی که شما یک سری معادل پارامتری تولرانسی براشون تعریف میکنید. به طور فرض مثلا میگید تعدادی مقاومت مشخص میکنید که این مقاومت 5% تولرانس دارد. حالا بخواید این تولرانس ها رو در مدار خودتون قرار بدید و بعد تحلیل کنید و نتایجش رو بدید، از مونته کارلو استفاده میکنید
یعنی تاثیر تولرانس های المان هایی که شما واسش تعریف میکنید در اون بخش خروجی که میخواید، که این تحلیل به صورت تحلیل آماری هستن که در فصل خودش به صورت کامل توضیح میشه. و در بخش ورست کیس هم میاد بدترین شرایطی که برای این بخش مونتی کارلو تعریف کردید رو به شما نمایش میده. میگه یعنی اینکه در شرط تولرانسی کدوم یک شرط از اینا به بدترین شکل ممکن خودش هستش. فصل آخری که ما قرار دادیم فصل کتابخونه ها هستن. نکته این هستش اینی که حالا آموزشی که ما میدیم در ورژن 16.6 هستش، ولی از ورژن 9.2 به بعد اورکد تقریبا تمامی آموزش هاست به یک شکل هستن به غیر از تفاوت جزئی که دارن. اما موردی که تغییرات خیلی چشمی داره بخش کتابخونه اورکد هستش که در بخش 16.6 کاملترین کتابخونه اورکد هستش. اما اگه شما تو روند کاری خودتون و مدارات خودتون به یک المانی برسید که داخل کتابخونه اورکد نباشه، ما به چند طریق این مشکل رو برای شما حل کردیم و آموزشش رو قرار دادیم. یک بخش اول اینه که شما از طریق اینترنت اون فایل های OLB و LIBش رو دانلود کنید و در کتابخونه قرار بدید که توضیحاتش رو در آینده خواهیم گفت. بخش دوم اینه که از خانواده بریک ها استفاده کنید، قطعات خواب، و اونها رو نسبت به اون المانی که میخواید آپدیت کنید. بخش سوم اینه که شما مثلا به طور فرض اگه یک IC باشه که در کتابخونه نباشه، شما به صورت یک زیرمدار و به صورت بلوکی خود اون IC رو بکشید و بعد به کتابخونه اضافه کنید. بخش چهارم اینه که از اون ابزارات خود نرم افزار اورکد استفاده کنید و یک المان جدید رو برای خود کتابخونه‌اش طراحی و درست کنید. این پک آموزشی شما میتونید از سایت برقارشد.ir تهیه کنید و در صورت هر گونه بروز و مشکلی میتونید از ایمیل خودم mehdi.yazdanpanah67@gmail.com استفاده کنید. و برای بخش آخر توضیحاتی که برای شما دوستان ما در نظر گرفتیم، پک آموزشی که شما دوستان به دست شما دوستان میرسه این هستش که شامل 6 بخش و 6 فصل هستش. شما هر فصل رو که واردش بشید شامل یک بخش تمرین ها هستش که اگه شما نیاز داشته باشید که تمرینات بیشتر داشته باشید، علاوه بر اون توضیحاتی که ما میدیم، علاوه بر اون مثال هایی که ما میزنیم، تمایل داشته باشید که مثال های بیشتری بزنید، میتونید از این بخش استفاده کنید و مثال بیشتری رو که از کتاب مختلف جمع‌آوری شده رو استفاده کنید. و یه بخش دیگه هم هست، بخش لسن ها هست. هر فصل شامل چند درس میشه که مثلا بخش دیسکریپ شامل 4 درس مختلف میشه. شما هر درس رو که باز کنید شامل یه سری فایل ها میشه. یک فایل بخش PDF خود درس هست. اگه ما نکته لازم باشه که در این بخش برای شما دوستان گفته باشین، در این فایل PDF هستش. مثالی که زده شده، توضیحاتی که داده شده و خود شکل شماتیکش هست. یک بخش ویدیو هستش که اون فایل آموزشی ویدیویی هست که برای شما دوستان قرار داده شده برای اون درس مربوطه. و سایر فایل ها مربوط به فایل های اورکدی هستش که من خودم انجام دادم و برای شما دوستان قرار دادم که در صورتی که به مشکل بخورید میتونید با رجوع به این بخش تنظیماتی رو که نیاز دارید رو ببینید. که اگه بخواید شما این فایل ها رو انجام بدید، یک فایلی هست به نام OPJ، همونجوری که در صفحه میبینید OPJ. شما اگه فایل OPJ رو اجراش بکنی، نرم افزار اورکد ران شده و اون مثال رو برای شما اجرا میکنه. خب من اوکی میکنم. پس از تو هر بخش فقط کافی فایل OPJ که هستش رو براش کلیک کنید. حالا من دیتیل رو بزنم. بله، همونجوری که می‌بینید فایل OPJ رو من رانش کردم. خب فایل OPJ که شما ران کنید برای هر مثال، اوکی میزنم. خب شما فایل OPJ که با کنید ممکنه به صورت مستقیم اون مدار رو باز نکنه، بلکه اون زیر شاخه پروژه شما رو باز کنه. بخش زیر شاخه شما یه بخشی دارید که
پروژه شما هستش که لسن 1 اینجا لسن 1 شما اجرا کنید یه بخش شماتیک دارید که بخش شماتیک هم شما باز کنید یه بخش پیج 1 دارید که این پیج 1 همون صفحه شماتیک شما هستش. این به طور کلی پروژه شما هستش و این بخش پیج 1 همون صفحه شماتیک شما هستش که مداراتی که شما انجام دادید داخل اون هستش که من حالا پیج 1 رو روش کلیک میکنم تا شماتیک مورد نظر واسه من اجرا کنم. بله همونجور که میبینید این فایل شماتیک پروژه و درس لسن 1 هستش که میتونید شما بخش سیمولیتاشو ببینید و تنظیماتشو و رانش کنید و خروجی خودتون رو ببینید. فصل دیگه به همین شکل، مثلا فصل 4 که ترانزینت شامل 5 درس هستش و هر درس هم شامل یک فایل ویدیویی، یک درس، یک PDF که توضیحاتشه و فایل خود ارکدش هستش. تمرینات بیشتر هم از کتاب آقای میثم میرزایی انتخاب شده که شما میتونید از اون استفاده بکنید. 6 بخش داره آموزش ما همونجور که توضیح داده شدهش و هر فصل هم شامل جزئیات و موارد دیگه‌اش هستش. به طور کلی این پک آموزشی رو برای دانشجویان و هنرجویانی که در بخش تحلیل نیاز به یک نرم افزار قوی برای تحلیل مدارات آنالوگ خودشون دارن پیشنهاد میشه. به طوری که شما پس از این پک آموزشی و با تمرین و مثال‌های گفته شده میتونید به راحتی تمام مدارات آنالوگی که در آزمایشگاه مختلف خودتون و یا تمرین‌های درسی مثل الکترونیک و یا مدارهای الکتریکی رو به راحتی با نرم افزار ارکد انجام بدید. امیدوارم که این آموزش‌ها برای شما دوستان مفید و مثمر ثمر قرار گرفته و بتونید نهایت استفاده از اون ببرید. در پناه حق، خدا نگهدار شما.